نکنیم خاله جان گریه. این خاله این تو یک وضعیت حالت زندگی. اونجا گفتین که از استخوان پای میگن از سردی میسوزه. یقینا مریض هستم، سرطان گرده بودم 8 سال، ولی شبانه از خودک ما را خواب نمیبره. خودتان خبر سر این تفلک ها چطور؟ این دخترک ما پایش یخ برده، هر دو پایک یخ برده زخم است. حالی جا نه یک بخاریه نه یک وای زمین از خودتان است؟ نه از خودم نیست. کسی دیگه میتونه فشان دیتان؟ یا خانه ما در زیر خاک است. هر بنده در دنیا خانه نداره، بجز خانه های خاک داریم. کسی با شما کمک نمیکنه در این هوای سرد و با این وضعیت اینجا کسی؟ نه بچیم الا کمک کنن، کمک کننده الاست. آرزو میکنم پایم جور شود، زندگی بهتری داشته باشم. زندگی که من از دخترم جاش گلپیده میخور، میگم 3 روز است نمیخورم گلپیده. بچه جوان کس نداریم؟ نه بچه ندارم، بچه ندارم. یک شوهر سفید داشتم در چپورشی کار میکرد، 2.5 ماه میشه در جای افتاده و در خانه است. وای تفلک ها وقتی نان میخواین او میخواین دی شمال دی هوای سرد و برف به شکل افتاده، شما نه بخاری نه چیزه. این امروز نمیخور نان، میگم نمیخورم. تو هر روز اینه میگه گپ میزنی که صبح دیگه چیز پخته میکنی. این وسایل دیگر هم براتون کسی کمک کرده؟ اینه آره کی کمک کرده؟ یک دکاندار بود زیاد اینجا شمال میامد، بازینی پرده چی بود گراگری دادیم زدیم. از الله متعال چی میخواین؟ بعد اینکه پایتان جور شد بخیر زندگی بهتر. هر بنده آرزو داره که یک زندگی بهتری داشته باشه، هر روز یک قطعه تکرار نخوره. و در ارتباط به فرزندکایتان چی آرزو دارین؟ آرزو دارم که اولادای مثل من زندگی نداشته باشه، اردیش دکتر شوه، به کسایی که مثل من به بس کمک کنه انشالله. کس برتون اینجا دیولی که تنها هسته؟ نه حتی سرم میشرمنده میاید. قندوله خواه هستی تو؟ نامکت چی هست؟ قندوله نامکت چی هست؟ مدینه جان دیو اتاق سرد خنک نمیخوری قندوله؟ پایین یک بار بکش جرابای تا پایین زیر خونه که نتکده. دختر مرزوی گرموچه داره که گرموچ میپوشم یک روزی. قندوله میخوای که کرمش داشته باشی؟ دوستان عزیزی مادر بزرگوار قلبش شاد کنید. من همیشه بعض اوقات در هر جایی که میرم فقط اون چیزی که استطاعت توانایی میباشه فقط این مبلغ 3000 افغانی است. ما بارها همیشه کمک کردیم 3000 اما 2000 3000 کمک کردیم. بعضا میگن با خاطر 2000 3000 شما تصویر میگیریم منتها یک رای میباشه. ما چند روز پیش خاله رو در قره‌باغ کمک کردیم، یا خاله دیگه در سیرایی خواجه بغرا بود، دوستای زیاد سهم گرفت، خانه‌شان جور شد. فکر کنم مستحق ترین در جمع این نیازمندا امی مادر بزرگ. معیشتی که در خارج میکنید یک بار توجه کنید در افغانستان چی رنگ انسان زندگی میکنه، کلش قربانی شماست. من قربانی یک جنگ هستم، یتیم بودم. خداوند مهربان است. مادر جان گریه نکنین. من که داخل شدم مرا خاله میگه سلام ای جوان مرد. به خاطر جوان مرد گفتم به شهر کی رفتم، مرا از چری چیز نمیداد، ولی برای تو که استاد شدم گفتی برو مادر میتیم. یکی دیگه است صداقت گفت نه نامش نیست، گفت پشت نام نگرد بتش میوب است. هیچ وقت فراموشت نمیکنم. ببخشید که مکم بغضم گرفت. الله متعال مهربان است. ما با این دوستا تصویر از داخل خانه مادر بزرگوار نشان میتونم بابتی که اینا سهم ببینن وضعیت که در درون خانه است و این حالت. انشالله الله متعال مهربان است. حتما کمک خواهد کردین مادر بزرگوار. خاله جان تشویش نکن، انشالله الله متعال مهربان است.